هجوم نیروهای استخبارات طالبان بر خانه استاد محقق در کابل، اما این تنش بر سر چی بود و حل شده است یا نه؟ به نام خدا، درود بر شما. به سنترال افغانستان خوش آمدین. 22 آپریل 2025 میلادی برابر با 2 ثور 1404 هجری شمسی است. نصیر موحدی هستم. تازه ترین خبرهای افغانستان را تقدیمتان خواهیم کرد. از هجوم نیروهای طالبان به خانه استاد محقق و جزئیات آن خواهیم گفت. از بازداشت کودکان در جاغوری اما چه خبر؟ آخرین جزئیات را در این مورد با شما شریک میکنیم و گفتگویی داریم با قماندان امنیت طالبان در ولسوالی جاغوری. امیدوار هستم که این گفتگو را حتما بشنوین. از قتل فجیع یک خانم توسط همسرش که عضو طالبان است نیز خواهیم گفت. منابع میگن که این نهمین مورد قتل توسط این عضو طالبان است. و چند خبر دیگه. امیدوار هستم که دوستان گرامی برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب کنید. خبرها را از هجوم نیروهای طالبان بر خانه استاد محقق در کابل آغاز میکنیم. هجوم نیروهای استخبارات طالبان بر خانه استاد محقق در کابل، اما این تنش بر سر چی بود؟ منابع میگویند که امروز 2 ثور نیروهای استخبارات طالبان با هجوم بر خانه استاد محقق در سرکارز کابل آنجا را محاصره و با شمار طالبان شیعه که خانه را در کنترل دارند تنش لفظی تندی داشته است و این ماجرا تا مرز درگیری مسلحانه هم پیش رفت، اما با پادرمیانی سراج الدین حقانی و وثیق رئیس استخبارات طالبان ختم شده است. یک منبع از استخبارات طالبان در گفتگوی با سنترال افغانستان میگوید که آنان به دستور اداره امور میخواستند خانه محقق را تصرف کنند، زیرا این خانه به نام دفتر مدیرعلی کریمی معین شهرسازی این گروه ثبت بوده. ما آقای کریمی مدتی است که دیگر در آنجا اقامت ندارد و دنبال دفتر جدید است. یک منبع نزدیک به مدیرعلی کریمی معین شهرسازی طالبان نیز در گفتگو با سنترال افغانستان تایید میکند که آقای کریمی دیگر در خانه محقق زندگی نمیکند و دنبال دفتر جدید است. این منبع دلیل این کار را درخواست کرایه بلند از سوی محقق خواند. این منبع همچنان تاکید کرد که مدیرعلی کریمی خانه محقق را به صوفی گردیزی تحویل داده است و اما از ارائه جزئیات در مورد حمله و هجوم نیروهای استخبارات طالبان خودداری کرد. در همین حال 2 منبع دیگر ضمن تایید این خبر میگویند که این تنش در پی اختلافات بین طالبان شیعه رخ داده است. این منبع مدعی است که صوفی گردیزی و شمار شیعیان طالب معین وزارت شهرسازی را از خانه محقق کشیدند و در پی شکایت وی نیروهای استخبارات طالبان خانه را امروز محاصره و با خشونت وارد آن شده است و با صوفی گردیزی درگیری شدید لفظی داشته و این درگیری نزدیک بود منجر به درگیری مسلحانه شود. منابع میگن که صوفی گردیزی استخبارات و وزارت داخلی طالبان را تماس گرفته و از آنان خواسته بود که نیروها را از دفتر وی خارج کند، در غیر این صورت درگیر خواهد شد. او گفته است که ما 4 فرد مسلح داریم و اگر این افراد از خانه ما بیرون نشوند با همین 4 میل سلاح در برابرتان می ایستیم و پروای کشته شدن را نداریم. منابع میگن که سراج الدین حقانی از وثیق رئیس استخبارات طالبان خواسته است که این مسئله را خاتمه داده و مداخله نکند. منابع میگن که فعلا نیروها خانه آقای محقق را ترک کردند ولی احتمال تنش‌ها وجود دارد. به ادعای منابع در زمان هجوم نیروهای طالبان صوفی گردیزی، شریفی بلخابی، سنگردوست ولسوالی طالبان برای ولسوالی بلخاب، نظرزاده و شمار دیگر در آنجا حضور داشتند. خبرها را از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی ادامه می‌دهیم. منابع از جاغوری در گفتگوی با سنترال افغانستان میگویند که طالبان از جمع 12 کودک بازداشت شده به اتهام مقاومت 3 تن را امروز رها کرده و 9 تن دیگر هنوز هم در زندان این گروه در مرکز ولایت به سر میبرند. طالبان 10 روز قبل یک کودک 17 ساله و متعلم صنف نهم به اسم مهدی را به اتهام حمله بر مقر ولسوالی کشت و به تعقیب آن 12 تن دیگر که همه متعلم مکتب و بین سنین 15 تا 17 ساله هستند را بازداشت کرد. گروه طالبان ادعا کرد که مهدی فرماندهی گروه 60 نفری مقاومت علیه طالبان را در جاغوری بر عهده داشت. اما منابع جاغوری در گفتگو با سنترال افغانستان این خبر را رد کرده و میگوید که مهدی تحت شکنجه طالبان جان باخته و سپس بر وی شلیک شده است و ادعای حمله بر ولسوالی ساختگی است. در گفته منابع مهدی 17 سال سن داشت و هیچ کدام از کودکان بازداشت شده به شمول وی تجربه استفاده از سلاح را نداشتند و ندارند. به تاریخ 23 حمل اما گروه طالبان پس از آن که مهدی را کشت و جسدش را به مردم تحویل داد با هجوم بر قریه پاتو در جاغوری 12 تن را بازداشت کرد. منابع میگن که شمار بازداشت شدگان از صنف‌های درسی بازداشت شدند. همه این افراد کودکان بین 15 تا 17 ساله هستند.
روز گذشته ما به ادعای منابع طالبان 3 تن از کودکان را رها کرده است. یکی از آنان باشنده پاتو و 2 تن دیگرشان از قوناق هستند. منابع از آزاد شدگان فریدون ولد نیاز محمد، مهدی ولد حبیب، علی جهانگیر ولد محمد علی نام میبرند. در مورد بازداشت کودکان در جاغوری و قضایی اخیر ما گفتگوی داشتیم با قاری صلاح الدین ایوبی، قماندان امنیه طالبان برای جاغوری. البته این گفتگو قبل از آزادی این 3 کودک انجام شده بود که من در ادامه توجهتان را بدان جلب میکنم. جناب ایوبی، درود بر شما، وقتتان بخیر. من نصیر ماهدی هستم، خبرنگار سنترال افغانستان. در مورد قضایای اخیر جاغوری میخواستم که جزئیات بیشتر از شما بگیریم. اسنادهایی که به دسترس ما رسیدن نشان میدهد که شما یک پسر 17 ساله و صنف نهم را به اتهام فرماندهی گروه 60 نفری مقاومت کشتید و 12 تن از کودکان بین 15 تا 17 ساله را بازداشت کردین. این پرونده به کجا رسیده است؟ نصیر خان، ما گفتیم که در حکومت امارات اسلامی هر کس یک وظیفه‌ای داره و ما سخنگوی داریم. سخنگوی امارات اسلامی در ولایت غزنی آقای کی است؟ سرحدی صاحب. شما اگر کوشش کنید که شماره سرحدی رو پیدا کنین، همراهشان تماس بگیرین، ما در وظیفه دیگر کسی مداخله نمی‌کنیم. شما قماندان طالبان برای ولسوالی جاغوری هستین و در بازداشت همین 12 نفر که زیر سین هست شما نقش داشتین، نیروهای شما این کار کرده. مهدی 17 ساله را هم شما کشتید، ولی حالا تحت نام این حرفا حتی حاضر نیستین که صحبت بکنین و معلومات ارائه کنید. ما وظیفه ما است که مثلا شما اگر اطلاع دارید که ما کسا را گرفتار کردیم، وظیفه ما گرفتاری است و در این رسه خبررسانی و رسانه ما کار نمی‌کنیم. سخنگوی ولایت هست و ما اجازه هم نداریم، چون هر کس وظیفه خود داره و رو پیش میبره. مثل که شما برای دیگه به کار میکنین و باز یک چیز دیگه که متاسفانه به شما ما و همراه رسانه های که واقعیت را مثلا بیان کنم همراهشان خبر شریک میکنیم. شما که مثلا یک طرفه قضاوت میکنیم، یک طرفه خبر نشر میکنیم، ما شما خبرهای شما را تعقیب میکنیم که خبرهای شما یک طرفه است، ظلم است در حق یک نظام و ما کسی همکاری میکنیم که با ما همکار باشه. این اتهامای وابستگی که شما به ما میزنید نظر کاملا شخصی شما هست. ما به عنوان یک خبرنگار مستقل همواره تلاش کردیم که با شما تماس بگیریم، نه تنها با شما بلکه با تمام مقام‌های طالبان، ولی گاهی وقتا شما حاضر به صحبت نیستین. این سومین تماس من با شما هست آقای ایوبی. شما هیچ وقت حاضر به گفتگو نبودین و ارائه معلومات نبودین و شما 12 کودک را بازداشت کردین. من تاکید میکنم اطلاعاتی که ما داریم دقیق است، با منابع صحبت کردیم. 12 کودک زیر سنشون بازداشت کردن که یک بخششان را از مکتب بازداشت کردن. شما مهدی 17 ساله را کشتین که صنف نهم درس میخوان و ادعا کردین که فرماندهی یک جبهه 60 نفره را بر عهده داره. چی یک منطقی میتونه این را بپذیره که یک کودکی که حتی استفاده از تفنگ را بلد نیستن بیای مقاومت شکل بده؟ و همین کودکایی که شما بازداشت کردین برخشون 14 15 و 16 ساله هستن. اینا چگونه میتونه بیای مقاومت کنه در برابر شما؟ و همین مهدی را که شما کشتین، تصاویری که منتشر شده و منابعی که با ما صحبت کردن، شما پاهایشان شکستاندین، دستایشان شکستاندین، آثار بسیار زیادی در بدنش دیده میشه، در حالی است که شما در اعلامیه خود ادعا کردین و صحبتی که با مردم داشتن هم ادعا کردین که او بر ولسوالی حمله کرد، ما را باز تعقیب کردیم و کشتیم. پس اگر شما تعقیب کردین و کشتین، چطوری آثار شکنجه در بدنش دیده میشن؟ و حالا که من میخوام از شما اطلاعات بگیریم، شما مرا متهم میکنید که یک طرفه قضاوت میکنید، در حالی که من دیدگاه شما رو میگیرم و شما صحبت کنید. من یک کلیپ شما رو با مردم شریک بسازم. جناب نصیر خان، ما در افغانستان تقریبا 40 میلیون نفر در اینجا زندگی میکنه. اگر ما کسی را بخوایم که مثلا بیگناه را کسی را مثلا شریک کنیم، این چیزا خب آدم عقلش باید قدر کار کنه، فکرش قدر کار کنه که در جاغوری تقریبا 460,000 نفوس در اونجا زندگی میکنه. الحمدلله تمام در آسایش و در امنیت کامل در اونجا کار میکنه و زندگی خود را میبره، از زندگی خود راضی است. ولی همین شبکه‌های چی هست که مثلا یک طرفه برای غرب کار میکنه و ذهنای خراب میکنه. شما قضیه غرب مطرح کردن، مسئله غرب و شرق نیست. ما به عنوان خبرنگار با شما تماس گرفتیم، شما اطلاعات نمیدید. مثلا شما را تعقیب میکنه، شما یک طرفه قضاوت. خب ما برای شما بارها زنگ زدم، وقتی که شما صحبت نکردین ما چطوری صحبت بکنیم؟ مثلا ما اطلاعاتی که داریم باید واقعیت مثل من حیث یک افغان، من حیث یک خبرنگار باید اگر خبر حقیقی را پیدا نکردیم یک طرفه هم قضاوت نکنیم. خب ما خبری که داریم اینمی کودک‌ها مثلا اکثرشون 15 16 17 ساله هست. خیلی طرف یک اطمینان برای شما داده میتونیم که
در این جای کسانی که دستگیر شده کودک نیست، تمامشان بالای سن هستند و متعلمین صنف 7 8 و 9 هست. یعنی بزرگترینش همین مهدی بوده که صنف 9 هست. در افغانستان از 7 سالگی آغاز میکنن. خب این نظر شما از ما گفتین که وظیفه ما این نیست که برای خبرنگاران خبر شریک کنیم. شما شماره سخنگوی ولایت غزنی، قماندانی امنیه ولایت غزنی را پیدا کنیم، تمام جزئیات همراه شما شریک می‌سازیم و شما خواهش می‌کنیم که از آن مردم را خراب نکنین و خبرایی که حقیقت باشه و چیزی که حقیقت در افغانستان میگذره او را نشر کنین تا ما و شما بتوانیم یک افغانستان سالم و یک افغانستان پیشرفته را در آینده داشته باشیم. جناب قماندان، وقتی که شما اطلاعات با ما شریک نسازین، مثلا فرض خودت میگه که اطلاعات ما است که شما اگر ما بتونیم که شما سر شما اطمینان کنیم که شما خبرها را ما صحبت‌های شما رو منتشر میکنیم. قرار نیست که ما از این خبر خو از آسمان برای ما تر کسی روان نمیکنه. ما از مردم میگیریم و از مقام طالبان. گاهی وقتا مقام طالبان صحبت میکنه، معلومات میتونه، وقتی شما معلومات میتونید قطعا ما به سالم در اینجا استخدام کنید که به نفع ملت کار کنه، به نفع کشور ما شما کار کنه، نه که کسایی که یک طرف معلومات میکنه برای شما شریک شما این طرفه که مثل آزادی و صدای آمریکا، باز آمریکا هم از شما دست بر میداره که خبرایشان هست. نه اینجا هیچ گپ آمریکا نیست جناب قماندان. مثلا همین فرد دیگه که کامل از لیسن پیش شما زخمی است از فامیلای مهدی 15 سال سن داره، خودت هم میفهمی. علی اولین 15 سال چی نمیتونه مقاومت کنه؟ نه کسی همراه ما زخمی نیست، کسایی که گرفتار شده تمامشان سالم است. صحبت‌های قماندان امنیت طالبان برای ولسوالی جاغری رو دوستان عزیز میشنیدین. من تاکید میکنم که 3 نفر از کودکان بازداشت شده فعلا آزاد شده است. اما خبرها را از قتل فجیع یک زن توسط همسرش که عضو طالبان است در بغلان ادامه میدهیم. قاتل زنجیره‌ای که به ادعای منابع 9 تن را کشته است، اکنون آزادانه خانواده های قربانیان را تهدید میکند. اما این فرد کیست؟ این فرد عبدالله صفایی نام دارد که 8 سال قبل همسر اولش را تکه تکه کرده بود، به تازگی همسر سومش را بعد شکنجه کشت و قطعه کرد. البته در تازه ترین مورد در کنار کشتن همسرش برادر و برادرزاده خودش را نیز به قتل رسانده است. عبدالله صفایی در اصل باشنده ولایت پروان است، ولی در این سالهای اخیر در مزار شریف و بغلان زندگی میکرده است. این عضو طالبان 39 سال عمر دارد. منابع به سنترال افغانستان میگن که عبدالله سال 1395 تا کنون چندین تن به شمول همسر اول و همسر سومش را به شکل فجیع به قتل رسانده است. اولین قربانی او دلاغا دوستش بود که در سال 1395 به ادعای منابع در شهر مزار شریف به قتل رسید. منابع میگن که در آن زمان عبدالله به عنوان سرباز در حکومت پیشین کار میکرد. دومین قربانی او همسرش سهیلا بود. سهیلا به گفته منابع در اون زمان حامله بود در سال 1396 و 2 طفل در بطن داشت. اما مقابل چشمان 4 کودک دیگرش در سال 1398 در ولسوالی خنجان ولایت بغلان و در خانه‌اش به قتل رسید. سهیلا البته دختر کاکای این عضو طالبان هم بوده است. البته اون زمان عضو طالبان نبوده این فرد. منابع میگن که سهیلا همسر این مرد با ضربات متعدد چاقو جان باخته بود و 2 طفلی که در بطن داشت نیز کشته شدند. عبدالله صفایی بعد کشتن همسرش به طالبان پیوست و از آن طریق خانواده خسرش را نیز تهدید میکرد. قربانیان 4 و 5 نیز پدر و پسری در شهر مزار شریف بودند. این پدر و پسر بعد از آن توسط صفایی و همراهانش به قتل رسیدند که یک دختر جوانش نامزد میشه با یک عضو طالبان. اما زمانی که آگاه میشه دامادش عضو طالبان است، این نامزدی را فسخ میکند. اما اعضای طالبان به شمول همین عبدالله صفایی و همراهانش به خانه این مرد هجوم میبرند در شهر مزار شریف و او پسرش را به قتل میرساند و دخترش را به زور به همان نامزدش که عضو طالبان بوده است میسپارد. این رویداد هم در روزهای اخیر جمهوریت رخ داده بود. هرچند که منابع میگن این پسر و پدر با شلیک مستقیم صفایی نه بلکه با مشارکت او کشته شده بود. پس از آن که طالبان به قدرت برگشت، چون این فرد چندین سال در عضویت طالبان بوده است، در سمت‌های مختلف در ولایت‌های کندوز، بغلان و پروان کار کرده است و عضو طالبان بوده است. او تا چند قبل در ریاست عدلیه ولایت بغلان کار میکرده و در این اواخر هم به ولایت پروان منتقل شده است.
این قاتل زنجیره‌ای در 4 سال حکومت طالبان 2 بار ازدواج کرده است. زن دومش را از میان پشتونها گرفته که کسی هویتش را نمیداند، اما همسر سومی از ولایت تخار است و زرمینه نام دارد. زرمینه سال گذشته بدون آگاهی از گذشته عبدالله با وی ازدواج کرده و به شهر مزار شریف نقل مکان میکند. به گفته منابع، زرمینه به تازگی صاحب یک دختر شده بود. منابع میگن به دلیل شکنجه های فراوانی که زرمینه شده بود، دخترش قبل موعود متولد شد. به تاریخ 30 حمل اما زرمینه توسط همسرش در نخست دستانش بسته میشه و با انبور پلاس قسمت های از گوشت بدنش جدا جدا میشه، با برمه قسمت های از بدنش سوراخ میشن، بعدن رو به صورت میخوابانه و با ساتور به فرق و تمام بدنش میزنه و قسمت های از بدنش رو تیکه تیکه میکند و به گفته منابع 10 ضربه به قسمت های مختلف بدن این زن خورده است. اما این پایان کار نبود و عبدالله قربانیان 7 و 8 را نیز قبل از قبل انتخاب کرده بود و به گفته منابع برادر و برادرزاده خودش قربانیان بعدی بود. چند ساعت بعد از آن که خانمش را در خانه به قتل میرسانه، به سمت مسجد میره و برادرش جمعه خانی 55 ساله و برادرزادش رحیم 19 ساله را که تازه از نماز جماعت بیرون شده بودن به گلوله بسته و به قتل میرسانند. البته منابع میگن که فرد نهمی را هم عبدالله کشته است که هویتش هنوز مشخص نیست که این نامش چی هست، ولی ادعا میشه که او کودک زرمینه همسر سومیش از شوهر قبلیش بوده است. ماجرا قرار است که این کودک چند قبل همراه با مادرکلان و مامایش خانه مادر خود میآید و بعد از آن که مامایش و مادرکلانش خانه را ترک میکنه و میره به سمت خانه خود، این مدت پیش مادر خود میمونه و پیش از این که زرمینه به قتل برسه، شوهرش همی کودکش را که از شوهر قبلی زرمینه بوده میگیره که مگه این را باید به مادرکلانش تسلیم بکنه، ولی این را میبره و به قتل میرسانه و مشخص نیست که در کجا و چگونه به قتل رسانده، ولی به مادرکلانش تسلیم نکرده و از مادرش هم جدا کرده بود. این که چرا برادر و برادرزاده خودش را هم به قتل رسانده، منابع میگن که این فرد از برادرش خواسته بود که زمینهای خود به من رها کن و خودت وطن را ترک کن، اما برادرش این تهدیدات جدی نگرفت و در نهایت به قتل رسیده است. پس از انجام این جنایت‌های وحشتناک و هولناک به گفته منابع، عبدالله صفایی متواری شده. طالبان وعده کرده است که رو بازداشت میکند، ولی تا به حال بازداشت نکرده. این در حالی است که نمبر تلفنش فعال است و همواره به خانواده‌های قربانیان تماس میگیره و آنان را تهدید میکند. خبرها را از بامیان ادامه میدیم. روزنامه اطلاعات روز ادعا کرده است که یک پسر 15 ساله در مرکز این ولایت با حلق‌آویز کردنش به زندگی خود پایان داده است. این پسر 15 ساله باشنده سیدآباد از تابع مرکز ولایت بامیان است و پیش از چاشت امروز دومی ثور خودش را حلق‌آویز کرده است. البته خبر دیگری هم از بامیان داریم و اینکه مرکز خبرنگاران افغانستان امروز اعلام کرد که گروه طالبان و مشخصا امر به معروف این گروه عکاسی و فیلمبرداری از موجودات زنده را در این ولایت ممنوع اعلام کرده است و این 15مین ولایتی است که ممنوعیت فیلمبرداری و عکاسی را از زنده جان‌های طالبان شاهد هستیم. در ادامه بازداشت و اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان و ایران، طالبان میگوید که بیش از 750 خانواده در یک روز به کشور بازگشته است. بیشتر این خانواده ها از پاکستان اخراج شدند و این افراد در واقع روز گذشته به افغانستان آمدند. در همین حال مقام های پاکستان گزارش کرده است که در روزهای اخیر بیش از 100,000 مهاجر افغانستانی را بازداشت و اخراج کردند. از توجه و همراهیتان با سنترال افغانستان جهان سپاس و درود دیگر. بدرود. سنترال افغانستان، صدای مردم افغانستان.